مقامات چین روز دوشنبه گفتند که 3 نفر در روزهای استراحت از ویروسی به نام کرونا ویروس وفات کرد. شماره آنها در شهر ووهان به 3 نفر رسید و چین بار اول رسما اعلام کرد که ویروسی به قریبی آشکار شده در مناطق دیگر چین پهن شده است. سازمان عمومی جهانی تندرستی اشاره کرد که ویروسی پنیومونیا یعنی شوش شمال خورده و بسته شدن راه نفس که به نظر چنین می نماید در بازار بحری و گوشت حیوانات ووهان به وجود آمده است، می تواند از شخص به شخص گذرد. گزارش ها درباره پهن شدن ویروس در خطای نگرانی های مخصوص را به میان آورده است. علل خصوص این ویروس می تواند به کشورهایی که سرحدی نزدیک به چین دارند به سرعت تیز انتقال یابد. تا حال در ژاپن نیز از پیدا شدن این ویروس خبر می دهند. شهروندان تاجیکستان از گوشت‌های استحصال چین استفاده نبرید که این میتواند به جان شما خطری بزرگ داشته باشد. از شهروندان تاجیکستان خواهش کرده می شود که در حالت احساس ناخوب داشتن و بند شدن راه نفس سریعاً به طبیبتان مراجعت نمایید. از شما خواهش می نمایم که این خبر را به تمام نفران برسانید. سلام هموطنان و تماشابینان گرامی، صبح شما بخیر باشد. این خبری که شما در حال حاضر تماشا کردید و دیدید حقیقت دارد و این خبر نه تنها مردم چین را بلکه مردم دنیا را ناراحت ساخته است، چون که این همان ویروسی هست که سال 2002 و 2003 سبب مرگ 700 نفر شده بود. و خواهش من از همان نفرانی که در چین هستند یا اینکه از آن طرف بار میارن یا اینکه به نزدیکی در چین بودن این هست که به بیمارستان مراجعت بکنید تا اینکه شما را تشخیص بکنند که این ویروس در شما نباشد، چون این ویروس میتواند که به نزدیکان شما بگذرد و نزدیکان شما را نیز بیمار بسازد. سبب پیدا شدن این ویروس رعایت نکردن تازگی در بازار گوشت چین و در یکی از شهرهای بزرگ آن می باشد که رعایت نکردن تازگی سبب پیدا شدن چنین ویروس شده است. گپ زیاد نمیکنم دوستان عزیز، مهم است که این خبر را شما شنیدید و خواهش من از شما این است که این خبر را به تمام مردم برسانید. اگر سوال های داشتین در کامنتاریا بنویسین، ما کوشش میکنم که در این باره با صحبت بکنم. خدا حافظ، تا دیدار.